آیا هرگز به رسالت و اصالت استارتاپ ها توجه کردید؟ اصلا معنی واقعی استارتاپ رو مرور کردید ببینید چی هست؟ یا یه چیزی در حد عموم هممون شنیدیم میدونیم، ولی به طور دقیق و قانونی شاید خیلی بهش فکر نکرده باشیم. استارتاپ در واقع یک شرکت یا کسب و کار نوپاست که معمولا در نتیجه کارآفرینی و قطعاً به همراه اون عشق آفریده شد و قاعدتاً باید از طریق راه حل‌های خلاق و مستمر در جهت رفع نیاز بازار با سرعت نسبتاً زیادی رشد کنه و هر روز قوی‌تر و پایدارتر از قبل به حیات ارزشمند خودش ادامه بده و نیازهای مشتریان بازار و در واقع انسان‌ها و سیستم‌های موجود رو برآورده کنه.